19 دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت 16:30 راننده автомاشین طبقه فورلند میر شریف زاده محمد سال تولدش 1965 ساکن نویه 5 هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت 50 سالگی قشونهای سردی به سمت مرکز نویه مذکور از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگردان نابالغ نظرов و سمیه سال تولدش 2011 و نظرов ابوبکر سال تولدش 2019 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه کودکان جراحت‌های وزن جسمانی برداشته، نابالغ نظرов در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، دو نابالغ 13 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. گمان بر شوندگان شب 11 و 12 دکامبر سال 2023 تخمیناً ساعت 01:50 هنگام در کوچه مایکوفسکی پایتخت قرار داشتنشان با راه پنهانی شیشه ترمینال خودخدمت رسان را که به شرکت دوشنبه سیتی تعلق دارد شکسته از داخلش 4300 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.